گفتم ما میخوایم یاد بگیریم چجوری اکانت حرفه‌ای توی لینکدین داشته باشیم. وقتی اولین بار شما وارد سایت میشید یا اپش رو روی گوشیتون نصب میکنید، ازتون میخواد که جوین بشید. اگر قبلا اکانت ساخته بودید، خب میتونید ساین این رو بزنید اینجا، ایمیلتون یا پسوردتون رو بزنید و وارد بشید، یا مستقیم از طریق اکانت گوگلتون وارد بشید. ما از صفر میخوایم شروع کنیم، پس گزینه جوین ناو رو میزنیم، یعنی میخوام الان عضو لینکدین بشم. وقتی شما این گزینه رو میزنید ازتون ایمیل و پسورد رو میخواد، یا همونطور که گفتم ازتون میخواد با اکانت گوگلتون ادامه بدید. خب خیلی راحت تر هستش که شما کانتینیو ویت گوگل رو بزنید. من اینجا میخوام یه ایمیل و پسورد جدید بدم و با اون اکانتم رو بسازم. بعد از اینکه شما ایمیلتون رو وارد کردید، ازتون اسمتون و فامیلی رو میخواد، اطلاعات اولیه ازتون میگیره دیگه. agree and join. خب حالا اینجا ازتون میخواد که شما شماره تماستون رو وارد کنید. مشکلی نداره، شماره تماس ایران رو هم قبول میکنه و شما از طریق شماره ایرانتون یه کد براتون میاد و اون کد رو میزنید و سابمیت میکنید. خب اینجا بر من شماره تماسی که حالا داشتم رو دادم و اینجا بر من یه SMS میفرسته، کد رو وارد میکنم. خب تو مرحله بعدی ازتون لوکیشنتون رو میخواد، برای اینکه حالا جاب آفرایی که بهتون معرفی میشه متناسب با محلتون باشه. میگه که اگر دوست داری آدمایی با فضای شغلی خودت داشته باشی، شغل اخیری که داشتی رو جاب تایتلش رو بگو. مثلا من میزنم وب دیزاینر، هرچی میتونید بزنید دیگه، متناسب با شغلتون میاره. میگه که نوع حالا شغلی که داری پارت تایم، فول تایم، فریلنسی. من اصولا فریلنس کار میکنم و میگه کمپانی که اخیراً توش کار کردی، بازم من فریلنس کار میکنم. فریلنس رو یا همون سلف ایمپلوید رو داره اینجا. اگر استودنت هستی، اگر دانشجو هستی، میتونی این گزینه رو بزنی و از این رد شی. خب کانتینیو رو میزنم. خب حالا میخواد ایمیلم رو تایید کنه، یه ورتیفیکیشن کدی فرستاده برای من که اون رو اینجا وارد میکنم. توی مرحله بعدی میگه که دنبال کار میگردی، میتونی بگی بله من دنبال شغل جدید هستم، میتونی بگی که نه واقعا یه مثلا اپورتونیتی یا یه موقعیت شغلی دارم، یا نه اصلا علاقه‌مند نیستم. من میزنم که آره میخوام دنبال کار جدید هم باشم، چون اینجوری بهم معرفی میکنه کاری که نزدیک من هست رو. دوباره میاد سوال میکنه که چه نوع کاری رو دنبالش میگردی. باید من میتونم بزنم وب دیزاینر هستم یا وب دیولپر هستم. کجا دنبال این کار رو میگردی؟ آیا میتونی ریموت کار کنی، یعنی دورکاری داشته باشی؟ ببین سوالایی که ما بعداً هم چیز میکنیم و بعداً هم میتونیم تغییرش بدیم. حتی اگه دوست ندارید یه چیزی بزنید بره، بعداً بهتون یاد میدم چجوری کاملش کنید. اینجا هم که ازتون میپرسه که میخوای که اوپن باشی یا در واقع اوپن برای نیو ورک باشی، در واقع رزومت و کارتو با بقیه شیر کنه. اگر فعلا نمیخواین که میزنید اینو خاموش میکنید، اگر نه که میریم برای مرحله بعدی. اینجا میگه که من اینو ساختم، حالا QR کد رو میتونی روی گوشیت با دوربین گوشیت اسکن کنی و اپش رو روی گوشیت داشته باشی که شما میتونید از همون اول اصلا با گوشی پیش برید، فرقی نداره. خب میپرسه که اگر دوست داری متناسب با کاری که من وارد کردم یه سری شرکت به من معرفی کرد، میگه میتونی اینا رو فالو کنی. حالا این شرکت هایی هستن که مقاله میذارن راجع به دنیای مثلا تکنولوژی مینویسن. مسلما شما متناسب با کارتون بهتون یه سری آدم و شغل رو معرفی میکنه، یه سری آدم و کمپانی رو معرفی میکنه. من اینا رو که میخواستم فالو میکنم، نکست میزنم. ما بعدا یاد میگیریم که خودمون نتورک خودمون رو بسازیم. خب اینجا پروفایل من آماده است. ما تو این قسمت یاد میگیریم که در واقع چجوری هر کدوم از این قسمت ها رو داشته باشیم، مرتب کنیم، متناسب با نیازمون، متناسب با شغلمون. اولین کاری که باید انجام بدیم این هستش که پروفایلمون رو کامل کنیم.
ببینید همینجا به هم گزینه آپدیت پروفایل میده، همین گوشه یه گزینه میداره، وقتی که روش میزنید ویو پروفایل رو میتونید ببینید. خب وقتی من وارد پروفایل شما میشم چی میخوام ببینم؟ رزومتون میخوام ببینم، کارتون میخوام ببینم، اصلا عکستون میخوام ببینم. پس اول عکس و بعد کاورتون رو انتخاب میکنید. ببینید اینجا فیسبوک نیست، اینجا اینستاگرام نیست، قرار نیست که از زندگی شخصیتون چیزی اینجا بذارید، قرار نیست عکستون نماینده نمیدونم مثلا یه سلفی باشه که تو فلان پارتی مهمونی گرفتین. نه، اینجا عکس حرفه‌ای هستش. حالا نمیگم عکس جدی اخمالو و اینا، نه، یه عکسی که یه لبخند ملایمی دارید مرتبط با کارتونه، مثلا شما یه شف یا سرآشپز هستید، خب خیلی قشنگه که عکسی که میذارید عکسی باشه که حالا مثلا در حال کارید، یا لباس مثلا آشپزیتون تنتونه، یا مثلا کاوری که برای این بالا، این قسمت رو میگیم کاوری که انتخاب میکنی، حالا اون عکسی هستش که شما از مثلا آشپزی دارید، اگه لیدری مثلا تور هستی، اگه طبیعتگرد هستی، ببین متناسب با کارت. کار من چیه؟ کار من پشت میز نشستنه، پس دلیلی نداره عکسی که انتخاب میکنم عکس مثلا پارتی و مهمونی و کوه و صحرا باشه. عکسی که انتخاب میکنم عکس ساده و حرفه‌ای هستش. خب آپلود میکنم عکسم رو. خب من عکسمو انتخاب کردم، حالا میخوام یه کاور داشته باشم برای این قسمت بالا. این رو هم عکسش رو انتخاب میکنم، اپلای رو میزنم که عکسم ست بشه. خب من عکس رو گذاشتم، عکس کاورم رو گذاشتم. حالا هر زمان شما هر قسمتی از لینکدین رو خواستین توی پروفایلتون تغییر بدین، این مدادای کوچیک که این گوشه هست برای ادیت هستش. خب من الان میخوام که بیام اینجا رو، این قسمت هدلاینم رو تغییر بدم. روی گزینه مداد کلیک میکنم، میخوام که اسم و فامیلم به انگلیسی باشه. چرا؟ ببینید اگر میخوای با کشور اینترنشنال کار کنی و در واقع حرفه‌ای تر باشی، بهتره که زبان تو انگلیسی انتخاب کنی. اگه نه کارت با فارسی زبان هست، میتونی انتخاب در واقع زبان فارسی برای اسمت و یا خیلی جاهای دیگه باشه دیگه، این انتخاب شخصی خودتونه. خب من همون اول که داشتیم ثبت نام می‌کردیم current positionم رو انتخاب کردم. بعداً میتونم که نیو پوزیشن، مثلا من شغلم الان عوض شده، گزینه اد نیو پوزیشن رو میزنم. بهتون جلوتر اینا رو یاد میدم. اینداستری یا صنعتی که توش در واقع شما دارید فعالیت میکنین، خودش یه سریال به هم میده. یعنی در یه حدی شما انگلیسیتون باید قوی باشه که بتونی انتخاب کنی. مثلا در صنعت کوکینگی، در صنعت مثلا چرا هوافضایی، باید یه چیزی رو انتخاب کنی که مرتبط با لیستش باشه. ایژوکیشن و لوکیشن اینا رو همه رو بعدا میتونیم انتخاب کنیم. اگر کانتریتون یا سیتیتون اشتباه انتخاب شده، اینا رو درست میکنیم. خب اینو فعلا سیو میکنم. توی این قسمت یه گزینه خیلی مهم دیگه وجود داره، کانتکت اینفو هستش. توی این قسمت شما به بقیه میگی که چجوری باهات تماس بگیرن. خب ببینید وقتی گزینه کانتکت اینفو رو میزنم،
میگه که آدرس پروفایلت اینه. حالا ما اینو درست میکنیم. مثلا شما به عنوان آدمی که حرفه‌ای هستی بخوای همچین URLی رو از لینکدینت با کسی اشتراک بذاری، یه ذره خیلی آماتوره، خیلی قشنگ نیستش. و ایمیلمون، حالا من میخوام باز اینو تغییرش بدم، یه سری اطلاعات اولیه از خودم بذارم. وقتی رو مداده میزنم، خب شماره تماسمو میتونم اینجا وارد کنم، میتونم بزنم که این شماره تماسی که زدم شماره خونه است، ورک، موبایل، چی هستش، آدرس کارم و تاریخ تولد و حالا روزش. الزامی هم نداره وارد کنین. وبسایتی که اگر دارید، من اینجا وبسایت شخصی خودم رو میزنم. اوکی. این قسمت اینستنت مسیجینگ میگه که اگر میخوای کسی با اسکایپ، با مثلا گوگل هنگاوتس، ویچت، اگر اینا رو داری میتونی یوزرنیم اونا رو اینجا بزنی که از این طریق بتونن باها تماس بگیرن. هر کدوم از این قسمت ها رو هم بخواین حذفش کنید، گزینه ریموو میزنید. پس شماره تماستون، نوع حالا تلفنی که دارین، اگر دوست دارین آدرس، اگر دوست دارین تاریخ تولد، وبسایتتون و اطلاعات تماس رو میزنید و سیو رو انجام میدین. خب ما تا اینجا پس اسممون یاد گرفتیم که این هدلاین های اینجا رو درست بذاریم. چرا؟ چون اولین کسی که میاد تو صفحه ما چی میبینه؟ عکسمون رو میبینه، اسممون رو میبینه، شغلمون رو میبینه و شاید بخواد با ما در واقع ارتباط برقرار کنه. پس ما باید کانتکت اینفومون کامل باشه. ما تو این قسمت میایم هدلاینمون و پوزیشن کاریمون رو تعیین میکنیم. بهتون یاد میدم بعداً حالا اینا رو کامل تر کنید. اوکی، این تا اینجا قسمت اول کار. توی قسمت بعدی میخوام بهتون یاد بدم که چجوری پابلیک پروفایلتون، در واقع URL پابلیک پروفایلتون رو درست کنید. خب ما تو قسمت قبلی یاد گرفتیم که چیکار کنیم، بیایم قسمت بالای پروفایلمون رو درست کنیم. حالا تو این قسمت میخوایم یاد بگیریم که پابلیک پروفایل URLمون رو تغییر بدیم. خود لینکدین همیشه چیکار میکنه؟ همیشه میاد یه چیز خیلی هشتر پشتر اینجا میذاره. مثلا ببینید کلیش عدد داره، خط فاصله داره. خب این اصلا حرفه‌ای و قشنگ نیستش. ما میخوایم لینکدینمون رو با بقیه به اشتراک بگذاریم. روی اون مداده کلیک میکنم. خب میبینید اینجا گذاشته که edit your custom URL. ما میخوایم که این رو تغییرش بدیم. این قسمت اولش همیشه ثابته. ما چیکار میکنیم؟ ما اینجا رو تغییر میدیم. بهتره که به اسم و فامیل خودتون باشه اگر شخصی هستش. من به دلیل اینکه حالا اینی که دارم میسازم نمونه است و به اسم خودم وجود داره یه دونه URL، اینجا یه چیز همینجوری میذارم دیگه. گزینه سیو رو میزنم و URLم رو این به این گوشه پیام دادش که ساکسس بود. اگر کسی قبلا این URL شما رو داشته باشه خب بهتون ارور میده. و ببین اینجا یه نکته ای داره، میگه که الان پروفایل پابلیکه، یعنی بقیه میتونن ببینن. اگر نمیخوای فعلا پابلیک باشه میتونی اینو خاموش کنی، میتونی بگی که کسی نبینه. من خاموشش میکنم چون مثاله دیگه. این یه دونه دارم بر اساس پروژه کار میکنم که شما ببینید، وگرنه لینکدین من جدا وجود داره. خب این گزینه هم بهتون بگم، وقتی که پروفایلتون پابلیکه شما میتونید بگید که خب بیسیک اونایی که باید ببینن همه اطلاعات اولیه منو ببینن. میتونید بگید نه مثلا یه سری اطلاعات من رو ببینن، میتونن پابلیک باشه، همه اطلاعات منو ببینن، فقط لینکدین ممبرها این کارو بکنن، یعنی فقط کسایی که عضو لینکدینن بتونن اطلاعات منو ببینن. هر کدوم هم که نخوای نمایش داده بشه اینجا خاموشش میکنی. خب ببینید وقتی که یه بار رفرش میکنم این درست شد. حالا قسمت بعدی ما کم کم باید بیایم اطلاعات راجع به خودمون بذاریم دیگه. در واقع لینکدین قراره
رزومه ما باشه، راجع به کار ما باشه. ببینید این پایین یه گزینه داریم به اسم Add Profile Section که وقتی که میزنی میتونی قسمت‌های مختلف رو به پروفایلت اضافه کنی. الان من میخوام در مورد خودم یه توضیحاتی بدم. About رو میزنم، یه فضا به من میده که من بیام راجع به خودم و رزومه کاریم صحبت کنم. توی قسمت پایینش میتونم اسکیلز یا مهارت هایی که دارم رو اضافه کنم و گزینه سیو رو بزنم. خب این رزومه شما میتونه فارسی باشه، میتونه انگلیسی باشه. حالا میزانه تا 2600 تا کاراکتر داشته باشی. اسکیلز ها یا مهارت هایی که داری رو خودش هم یه سری پیشنهاد کرده. وبسایت بیلدینگ. ببین چون من اون اول کارم و وب دیزاین معرفی کردم، الان میاد یه چیزایی مربوط به کارم بهم پیشنهاد میده. ولی اگر اینجا چیز دیگه بود میتونم اسکیلایی که دارم رو اضافه کنم، مثلا ادوبی XD. ببین اون چیزی که بلدی رو اصولا اینجا هست، نمیتونی از خودت اضافه کنی، حتما باید جزو لیست اینها باشه. خب من چند تا رو اضافه کردم و سیو رو انجام میدم. ازم میپرسه توی این قسمت من مهارت‌هایی که اضافه کردم و میگه میخوای راجبش بیشتر توضیح بدی. مثلا من نوشتم وبسایت بیلدینگ. اگه روی اون کلیک کنم میتونم بگم که این مهارت‌ها رو از چه طریقی به دست آوردم و این سری توضیحات مختلف. اگه مدرکی ازشون دارم میتونم آپلود کنم. خب فعلا من اینو دان رو میزنم و در واقع میرم سراغ قسمت بعدی. خب در مورد خودمون رو یا در واقع رزومه یا سامری که بقیه راجع به ما میبینن رو گذاشتیم. این گزینه رو که بزنم میتونم ادیتش کنم، میتونم راجع به در واقع اون مسیر کاری خودم صحبت کنم، سابقتون رو حتما بگید و هر چیزی که فکر میکنید که راجع به کارتون نیاز هست رو اینجا بنویسید. نکته بعدی دوباره تو قسمت Add Profile Section ببینید گزینه هایی که داره. حالا در مورد ما رو که اضافه کردیم، گزینه بعدیش Add Education، یعنی شما میان تحصیلاتتون رو اضافه میکنین، مدرسه هایی که رفتین، در واقع مدرکی که گرفتین، فیلد استادی که داشتین، مثلا دانشگاه از یونیورسیتی رو من میزنم، مدرک بچلور، فیلد آف استادیم آیتی بوده، سافتور انجینیرینگ. اینکه کی شروع کردم، کی تموم کردم. ببین فقط هم نیازی نیست که یه مدرک رو شما اضافه کنید، میتونید چند تا رو داشته باشین. خب میتونید توضیحات بدید راجع به مدرکتون که چه جوری بوده، چه کارهایی انجام دادی اونجا، توی مثلا چه انجمنایی بودی، دیسکریپشن بنویسید، چه کارهایی رو یاد گرفتی، مدیای خاصی اونجا داشتی، مثلا اگه عکس از کارت داری، از اون موقع تحصیلت داری، میتونی همه رو اینجا اضافه کنی. خب وقتی که سیو میکنین، ببین وقتی توی پروفایلتون پایین میاد قسمت ایژوکیشن، اگر شما تحصیلات دیگه رو هم دارید میتونید اینجا وارد کنین. دوباره به همون شکل همه رو اینجا بذارید. خب من اینا رو اضافه کردم، میتونید بیشتر اضافه کنید، میتونید ادیت کنید اینا رو. ببین اگر مثلا میخواین ترتیبشون رو تغییر بدین، این گزینه رو که بزنید اجازه میده که با کلیک کردن یکی رو بالاتر بکشید. اوکی، ترتیبشون رو پس تونستم تغییر بدم. خب گزینه بعدی که شما میتونید به پروفایلتون اضافه کنید قسمت پوزیشن هستش. شما پوزیشن های کاری که داشتید رو میتونید اینجا
بنویسید که چه پوزیشن هایی تا الان داشتید، یعنی سابقه کاری خودتون رو اینجا بزنید. خب تایتل کاریتون رو می‌نویسید، اینکه فول تایم بودین، پارت تایم بودین. بعد میاد گزینه اسم کمپانی که توش کار میکردید رو انتخاب میکنید. اگه اون کمپانی که توش کار میکردین لینکدین داشته باشه، اینجا اسمش رو براتون میاره و شما میتونید اون رو انتخاب کنید. لوکیشنی که داشته، اینکه شما داخل دفتر کار میکردید، هایبرید بودید، یعنی گاهی دفتر بودید گاهی دورکاری بودید. از تاریخ شروعتون، تاریخی که تموم شده، اینکه در چه صنعتی کار میکردید، تمام اینا رو توضیحاتش رو میتونید اینجا وارد کنید. خب به من میگه که حتما باید تاریخ شروع کارت رو بنویسی. من اینجا میزنم و سیوش میکنم. این گزینه‌ای که بعدش میاد میگه که میخوای اینو شیر کنم آدمای دیگه هم ببینن، مثلا حالت بلاگ پست میشه که ما نمیخوایم. ما الان نمیخوام که حالا هر چی رو من اضافه میکنم به صورت پست تو صفحه منتشر کنم. اوکی. خب اکسپریانس منو آورد. باز مثل گزینه ادویکیشن یا تحصیلات شما میتونین بیاین اینجا با این گزینه ها اضافه کنید یا تغییرش بدید. پس به اضافه برای اینه که یک حال شغلی رو که قبلا داشتید یا الان دارید رو اضافه کنید، یعنی همون گزینه باز میشه. میخوام اد پوزیشن بزنم، کار جدیدی اضافه کنم، یعنی رزومه‌مو کامل کنم. گزینه مداد یا ادیت برای اینه که حالا هر کدوم از اینا رو اگه میخوام تغییری توش به وجود بیارم این کار رو انجام بدم. اگر هم نمیخوام میتونم ترتیبش رو تغییر بدم. اینم برمیگردم. پس ما تا اینجا یاد گرفتیم که در مورد خودمون بنویسیم، about us بنویسیم، اسکیلایی که داریم رو بنویسیم، اکسپریانس یا در واقع سابقه شغلی، ادویکیشن سابقه تحصیلی. ببین الزامی نداره ها که همه اینا رو داشته باشید. من اینجا گزینه اد پروفایل سکشن رو که زدم، هر کدوم از اینا رو میتونم اضافه کنم به پروفایلم. شما میتونید اصلا اضافه نکنید، هرچند که هر چقدر پروفایل شما کامل تر باشه شما حرفه‌ای تر خواهید بود. یه قسمت این بین حالا دارم توضیح میدم، این رو هم بگم. یه قسمت اکتیویتیه که نشون میده چند نفر فالوور شما. ببین این قسمت اکتیویتی چیزیه که فقط به شما نشون میده ها، یعنی بهتون نشون میده چند نفر پروفایل شما بازدید کردن، الان چند تا فالوور داری، چه کسایی با چه کلمات کلیدی اومدن پروفایل شما رو دیدن. خب بریم برای قسمت بعدی. خب همونطور که یاد گرفتیم تو قسمت قبل، توی گزینه Add Profile Section میتونیم قسمت‌های مختلف رو اضافه کنیم، مهارت‌هایی که داریم در مورد خودمون، پوزیشن‌های کاری که داشتیم، در واقع سابقه کاری و تحصیلیمون رو اضافه کنیم به این قسمت. حالا قسمت بعدی، قسمت اد اسکیل هم که گفتم شما وقتی اد اسکیل رو بزنید مهارت‌هایی که دارید رو باید اضافه کنید. یعنی چی؟ یعنی شما چه چیزهایی بلدید، هر چی بلدید، هر کاری که بلدید رو اینجا اضافه کنید. مثلا جزو مهارت هامون بزنیم که فیگما و حالا مرتبط با کار خودتون دیگه، اینکه چه در واقع این رو کجا یاد گرفتی، آیا ادویکیشن یا مثلا مدرکی براش داری یا نه، همه رو میتونید اضافه کنید و سیو کنیدش. خب من قبلا چند تا رو اینجا اضافه کردم. پس در مورد ما بود، اکسپریانس بود، ادویکیشن بود و اسکیلز هایی که داریم رو اینجا میتونیم ببینیم. حالا گزینه دیگه ای که هست ریکومندد هست. یعنی چی؟ یعنی شما چیزای اضافی دیگه، مثلا سرتیفیکیت هایی که دارید، لایسنس هایی که دارید. آقا من این لایسنس رو از فلان جا گرفتم، این مدرک رو از فلان جا گرفتم. اینجا میتونید اد کنید و عکسش رو اضافه کنید، یعنی راجبش توضیحات بنویسید، باز بنویسید چه مدرکیه، چه تاریخی گرفتید،
و از کجا گرفتید، عکسش رو هم اینجا میتونید داشته باشید. حالا من چون اینجا یه چیز فیکه، یعنی دارم برای آموزش فقط میسازم، مدیامو اد نمی کنم، یعنی مدرکمو اد نمی کنم، ولی اینجا روی صفحه اصلیم به شما نشون میدم. وقتی که میایم پایین، لایسنس ها و سرتیفیکیشن هایی که من دارم رو اینجا اضافه کردم. مثلا از گوگل من مدرک UX دیزاینم رو دارم، توضیحاتش رو نوشتم، این که اصلا در چه تاریخی. ببینید این به من رسمیت میبخشه، این که من از فلان جا فلان مدرک رو گرفتم و حتی بهش لینک دادم، یعنی کسی که روی لینک من بزنه میتونه عکس مدرک من رو که من از گوگل گرفتم رو ببینه. اوکی. یه قسمت دیگه هم هست اینجا، من میخوام روی صفحه اصلی بهتون نشون بدم. شما میتونید از کسانی که باهاشون کار کردید و الان توی لینکدین هستن ریکامندیشن بگیرید، یعنی توصیه نامه بگیرید. چجوری؟ میزنید اینجا همین قسمت ریکامند اد recommendations. یعنی چی؟ یعنی من میتونم از آدمی که باهاش کار کردم یه توصیه نامه بگیرم. باید اول باهاش کانکت بشم، بعد اسمش رو سرچ کنم و براش ارسال کنم. خب من اسمو سرچ میکنم، کانتینیو میزنم، میپرسه که ریلیشنشیپ کاریتون چجور بوده، باهاش مستقیم کار کردم، توی کدوم شرکت کار کردم. ازش میخوام که برام یه ریکامندیشن بفرسته و سند میکنم. حالا با هر آدمی که شما کار کردید میتونید این رو داشته باشید. خب ما تا اینجا یاد گرفتیم که پروفایلمون رو بسازیم، رزومه کاری و تحصیلیمون رو اضافه کنیم. حالا نوبت اینه بریم آدمایی رو پیدا کنیم، گروه ها و صفحه هایی رو پیدا کنیم که مرتبط با کار ما هستن. اما قبلش ما گفتیم که توی درس قبل بهتون یاد دادم که URL تون رو حرفه‌ای بسازید و اومدیم روی اون گزینه ادیت یا متادیت زدیم. گفتیم اینجا میتونید که پروفایلتون رو هیدن کنید، یعنی کسی هیچ چیزی از شما نبینه. حواستون باشه برای نتورک سازی، برای اینکه بقیه اطلاعات شما رو ببینن، این حتما باید روشن باشه و این هم بذارید روی پابلیک بهتره دیگه. شما میخواین همه اطلاعات مربوط به شما رو ببینن. ببین این پروفایلی هست که بقیه از شما میبینن، اکسپریانسی که دارید، ادویکیشنی که دارید و هر چیز دیگه‌ای که اضافه کنید اینجا مشخصه. اوکی. خب حالا من میرم روی قسمت ببین بالا مای نتورک داریم. توی قسمت مای نتورک کسایی که منو فالو میکنن، کسایی که من فالوشون میکنم و کسایی که حالا میتونیم پیجا، گروهایی رو که دوست داریم فالو کنیم. من فعلا کسی رو فالو نمی کنم، اما خودش میاد به من پیشنهاد میده، میگه اینا تقریبا تو زمینه کاری تو کار میکنن، اگر بخوای میتونی فالوشون کنیم. این نکته رو یادتون باشه، اینجا دیگه این اینستاگرام نیست دیگه بریم هر کی رو که خوشمون اومد فالو کنیم. ما میخوایم در واقع شبکه کاری بسازیم. چی کار میکنیم؟ میریم توی صفحه شخص مورد نظر، یه نگاه کنیم به پروفایلش، یه نگاه کنیم به اکتیویتی هایی که داره. به این قشنگ اکسپریانسش رو نوشته، کاری که انجام داده، نتورک ها، پروژه هایی که داشته. ولی خب مثلا اهل گذاشتن پست و اینا توی صفحهش نیست. میتونی اگه دوست داشتی کانکت بزنی باهاش و حالا با گروه تو تشکیل بدی یا در واقع نتورک تو بسازی. یه قسمتی هست قسمت گروپس، گروه هایی که شما عضوش هستید. الان من عضو گروهی نیستم، اما بهتون یاد میدم چجوری این کار بکنید. اگر خواستید خودتون میتونید یه گروهی بزنید، کریت گروپ رو میزنید، برای گروهتون کاور میذارید، عکس میذارید، دقیقا همونجوری که بهتون گفتم پروفایلتون رو بسازید. اینم تقریبا مشابهه، فقط اسم میخواد، یه توضیح راجع به گروهتون میخواد، اینکه در چه زمینه قرار کار کنید، آیا گروهتون رولز یا قوانین خاصی داره، میخواید پابلیک باشه یا پرایوت باشه، و
و همه اینا رو میزنید و کریت رو میزنید و گروهتون تشکیل میشه. حالا من چجوری صفحه های مرتبط به کارم رو پیدا کنم؟ برفرض من گزینه فریلنس رو میزنم. خب اینجا میام گزینه فریلنس رو، حالا هشتگ هم نیازی نیست بذارید، من همینجوری هشتگ رو گذاشتم تو سرچ. میام کلمه‌ای که میخوام رو سرچ میکنم، پست هایی که در رابطه با این کلمه است، کارهایی که در رابطه با این کلمه است رو بهم نشون میده، جاب آفرایی که میتونم داشته باشم. ببین اینجا یه لیست به من میده از جاب آفرها، کارهایی که کسایی که نیاز به حالا یه فریلنس دارن، نشون میده که کجا هستش، آیا کارش میخواد ریموت باشه. ببین اومد الان یه در واقع فریلنس پروژکت منیجر به من نشون داد، یه پیشنهاد شغلیه دیگه، من میتونم رزوممو براشون بفرستم یا اپلای کنم براشون. ولی خب این میخواد هایبرید باشه، در واقع میخواد بعضی وقتا دورکار باشه، بعضی وقتا بره دفتر و از اونجایی که تو فنلنده حالا شاید خیلی هم مناسب من نباشه. ببینی میتونم اصلا این جابری که به من داد رو من جاش رو عوض کنم. من پوزیشن رو عوض کردم، در واقع مکان رو عوض کردم، از فنلاند گذاشتم ترکیه. حالا میاد به من نشون میده دیگه همه کارهای مرتبطی رو که من میتونم براش اپلای بدم برای من لیست میکنه. خب اوکی، من نمیخوام کارا رو، الان بریم توی گزینه های دیگه. میخوام پست هایی که توش از هشتگ فریلنسر استفاده شده رو ببینم. میتونم آدم هایی رو که مرتبط هستن، یعنی چی؟ توی هدلاینشون فریلنسر رو گذاشته بودن. گفتم که حواستون باشه هدلاینتون و تایتل شغلیتون رو چی میذارید، چون اینجا توی سرچ خیلی مهمه، میاره براتون کسایی که مثل شما فریلنس هستن، فریلنسر کار میکنن دیگه. خدمتتون عرض کنم که گروه ها رو میتونید مشخص کنید، گروه هایی که مربوط به فریلنسر ها هستش. ببین من فریلنسر رو همینجوری دارم میگم، یه کلمه کلیدی در رابطه با شغل خودمه. شما در رابطه با شغل خودتون مثلا اکانتینگ، حسابداری هستید یا هر چیز دیگه، حالا میتونید واژه های مربوط به اون شغل رو سرچ کنید. من میخوام عضو این گروه بشم، مثلا فریلنسر وردپرس دیولپر، فریلنسرهایی که کار دیولپ وردپرس انجام میدن، جوین میزنم و میتونم عضو گروه بشم، مطالبشون رو ببینم. پس توی قسمت سرچ کلمه مورد نظرتون رو سرچ میکنید، آدم های مرتبط، شغل های مرتبط به اون کار، پروداکت هایی که مرتبط به اون کلمه هست، ایونت هایی که حتی برگزار میشه. من میخوام ببینم که ایونتی در رابطه با فریلنسینگ برگزار میشه. ببین یه سری ایونت آورد، حالا من میتونم برم ببینم این ایونته، این رویداده مثلا آنلاینه، من میتونم تو شرکت کنم یا نه. میتونم کورس ها یا درس هایی که راجع به این قضیه است رو ببینم. ببینید مثلا من میرم داخل فریلنسینگ فاندیشنز، یه درسی که راجع به حالا فریلنس بودن یا مستقل کاری، فریلنس یعنی این دیگه، یعنی مستقل کار کردن، میرم داخلش. چون خود لینکدین یه بخشی به اسم لرنینگ داره، یه سری کورس های خیلی زیادی رو در اختیار شما میذاره که شما بتونید یاد بگیرید. من میتونم استارت لرنینگ رو بزنم و این درس رو یاد بگیرم. خب من الان در حال آموزش هستم و نمیخوام چیزی یاد بگیرم. اوکی، پس کورس ها، حتی مدرسه هایی که شما یا دانشکده ها و آکادمی هایی که راجع به اون چیزی که شما سرچ کردید میان درس ارائه میدن، شما اون مدرسه رو میتونید فالو کنید. یه مدرسه مثلا تو لندن هست راجع به وردپرس توتوریالز میگه، یه درسی به این اسم داره، یا مستر آکادمی. پس ما از این طریق میتونیم هر چیزی که میخوایم رو پیدا کنیم و مهمتر از همه این که ما میتونیم آدما رو پیدا کنیم دیگه، آدمایی که مثلا ما کار میکنن. من میخوام کلمه مثلا وردپرس رو سرچ کنم،
و بیام آدمایی که حالا کار وردپرس انجام میدن رو برم صفحهشون اصلا ببینم چی زدن، اصلا ببینم که میتونم برم و اطلاعاتشون رو ببینم، میخوام برم اطلاعاتشون رو ببینم، پروژه هاشون رو ببینم، اگه دوست داشتم باشون کانکت بزنم. خب پس تو اینجای کار ما یاد گرفتیم که چیکار کنیم، بیایم در واقع بسازیم صفحمون رو، بسازیم پیشنهادایی که داریم. ببین اینجا من برم تو جابز، آفرهای کاری که وجود داره در رابطه با حالا کار من، در رابطه با هدلاین ها، اسکیل ها یا مهارتایی که من نوشتم، اینجا تمام کار مرتبط رو برای من میاره، من میتونم در واقع اپلای کنم. ببینید اینجا خب یه قسمتی هم هست، قسمت مسیجینگ، این پایین هم هست دیگه، این پایین هم قسمت مسیجینگ داره. اگه کسی به شما در واقع مسیج داده باشه، شما میتونید ببینید نوتیفیکیشن هایی که شما میگیرید، مثلا فلان گروه آپدیت شده. اوکی، اینجا که شما میتونید پرمیوم کنید لینکدینتون رو، یه سری در واقع ستینگ هایی که میتونید انجام بدین و پروفایلتون. یه گزینه آخرم من توی پروفایل بهتون بگم. ببینید من الان این کار کردم open to work، یعنی چی؟ یعنی من آماده کار جدید هستم. شما این گزینه open to رو که بزنید، میزنه که شما آماده در واقع کار هستید.